آیا باره فکر کردید که در تاریخ انسانیت احتمال انسانی به شما عیناً مانند وجود داشتن اصلا چند فایز است؟ برای 100% جواب دادنتان باید از حضرت آدم شروع کرده تا زمان ما میلیاردها انسان را پیش نظر بیارید. از این رو میگویند که انسان ها جفت آفریده شدند. حتی میگویند که در دنیا هر شخص دوگانی که دارد که هم دیگر را نمیشناسند، یعنی خیلی با هم مانندند. البته از لحاظ سیما وقتی بختیار در پایتخت به دنیا آمد کسی نمیدانست که دوگانی که او رفت شکیب 1 سال پیش در شهر دیگر تولد شده است. خلاصه گپ بختیار و رفت مثل دو پنگوین به همدیگر مانند بودند، ولی بجز مانندی ظاهری دیگر هیچ چیز مشترک نداشتند. آنها در دنیای تماما فرق کننده به دنیا آمده بودند. هیچ کس گفته نمیتواند که دو نفری به هم مانند در همه کار مانند باشد. آخر مانند بودن اصل آن را داشته نمیتواند. سلام علیکم مردم. و علیکم سلام بختیار. از کجا به کجا؟ از نزد مرمر فروش می آید. 1-2 قرض خرد مانده بود. با پدرت سلام گوی. خوب شد است. بختیار، امکی داستان تو را در دکانت انتظار است. در دکان؟ بله. مایلش اگلی گرمه کن. بله بختیار، حاصل آوردم. تشکر. مانده نباشی، برای کار امکی هستم. از من خفه نشو بختیار. من به تو برای کار خواسته نمیتوانم، برای آنکه نیت مردن ندارم. آخر امکی هستم. مردن به نیت نیست، به اجل است. تشکر. خدا از شما راضی باشد پسرم. آها. اوه دخترکانی زیبا، کنی این را گیری؟ تشکر. امکی زکریا، کنی برخالته ها را دهید. پسرم خودت رو تشویش نده. خدا هیچ کم نی امکی زکریا، ثواب است آخه. خدا از تو راضی باشد. از شما. آهسته بیایید. در کجا مانم؟ در اینجا مانم؟ انا در اونجا من بختیار. ای خدا. تشکر. خدا در کسب و کارت برکت دهد پسرم. خدا شما را هم نگهبان باشد. بچه ها این طرفش رو با گل سرخ آرو دهید. آفرین اسماعیل جان، آرایشش را خیلی زیبا کن. آدمی دیدگی ماشاءالله. خواطر نشو بختیار جان، حاضر از عروس هم زیباتر آرایشش میده. بختیار، ماشین توی کدام است؟ آنا همین است خاله جان. شد مرف. حالا بر وقت است. فرق ندارد به من. امکی داستان مرحمت چای گیرید. شادی بیگ مگر روی از دستی تو چای می نوشد. اکای داستان کمی چای گیرید. ای کاروش بینه. او من چیکار کردم؟ آخه چیزی که بختیار گفته بود من همون رو نوشتم. امکی ادمت را گیر. در کجا دیده ای که برای آدم زنده سنگ مزار آماده کنند؟ وای، امکی داستانمون آمادم. چی حال دارید امکی داستان؟ باز شرم نداشته میپرسی ها؟ چی نمی خاطری دوستی ما را ندانستی؟ با یک عذاب برو آرام کردیم. چی شد است پدر؟ من نفهمیدم. بین در اینجا چون گل پژمرده خیلی میتی شیرین رویی در خاک خنوگنه در دل ما بدفونی. خیلی شعر خوب بود است. پایان ترش را خوان. خدا رحمتش کنه. پایان ترش را خوانه. داستان بیبر. داستان بیبر مرده است ها؟ مرده است توبه از دهانتان شمال برد پدر. اما که داستان مثل شیرینر در رو برای ما نشسته. آدمی چنین است. چرا برای آدمی زنده سنگ مزار آماده کردی؟ پدر با فکرم شما پایانتری آن را ندیدین. سالی تولدش است اما سالی وفاتش نیست. خالی با قرصا اهمیت ندین. به این همه و این دنیا با قرصایی محکم می آید. دمت را گیر. گپ نزن. عذرخواهو دستش را بیبوس. مایلش اگر گپ دستر این باشد بخشش میپرسم، اما من از که داستان سر کرده خواستم عکسیت بسرانم. آخر ما هم باید روش کنیم وگرنه کسبمون از بین میرود. دمت را گیر. مگر سنگ مزار سازی از بین میرود؟ از همه کسب در آزون را همین. کنی دستش را بیبوس. بخشش بوس.
امکی دوستان حقتان را حلال کنید. با خدا من باری دیگر همسایه ها رو نیز آماده کردن میخواستم. بهترین سنگ رو برای شما انتخاب کردم، اما مادامی که نمیخواید مایلش نمیکنم. اگری دستتان را ببوسم. حقتان را حلال کنید. خدا عمری دراز دهد. آمین. امکی دوستان شما هم با توی میاد آخر همین طور نه؟ البته میآید، چرا نه؟ اکی داستان در محله عبدالکریم بود که بچه همون عبدالکریم زن میگیرد توی خبر کرد یک جای میرویم. نفهمید که تو فهمان. من؟ بختیار انا بین نامزدت میآید. پدر چه نامزد باز در دهانی مرده گپ ندارید؟ خوش آمدی دخترم. خوش باشید. پسرم یک جایه به مغازه روید خرید کنید. گوش کن، من سراسیمایم. در اومده خریدم را کردم میبرایم. فهمو بیلدن؟ از حاضر گویم تو را 1 ساعت انتظار نمیشوم. مایلش بختیار جان خوب شده است. بیلدن آخر با توی دیر میکنی. او اینقدر ناز کردی یک چیز رو میگیری باز میمونی باز بگیری. شد بختیار. کنی بین زبیده است؟ زبیده است. آخر نگاه نکردی. من هیچ کردم. بختیار بیا یک سلفی گیریم. انا همینش نمیرسید. من سلفی رو دوست نمیدارم. التماس بختیار مرا خفا نکن. خیلی مایلش. دوگانه جان با اون طرف نگر. او ریفت نیست مگر؟ حیفی تو. چی گپ است؟ این زن کیست بختیار؟ نفهمیدم، اما خیلی زیبا بوده است. بالا زند. من هیچ نمیفهمم. ریفت چی دور این کارو با تو روا میبیند؟ باز در بین مردم. دوگانه جان اهمیت ندی. مردها همشون همین خیلن. خودت رو احتیاط کن. تا بازدید روزیه جان. مایلش تا بازدید. لابای پدر جان. عزیزه ریفت را خبر کن زود به نزدم بیاید. چی گپ شد پدر؟ هیچ چیز نشده است. زودتر بیاید. تلفنت. باز جواب نمیدی ها ریفت؟ بله با کدام مورد با من جواب میدی؟ عزیز است. لبای عزیزه. در اصل هیچگاه به تو زنگ نمیزدم اما تو چی گفتن میخواهی؟ خودت میدونی اگر پدرم فهمد که تو به من خیانت میکنی احوالت چگونه میشود ریفت؟ چی ها میگویی؟ من با تو خیانت نکردم. این تهمت است. خودت رو سفید نکن. با چشمانم دیدم. با چشمانت دیدی؟ بلا با پست من برای این زنگ نزدم. پدرم زنگ زدند. ما رو انتظارند. چی شده است؟ نمیدونم نگفتند. من رفته ایستادم. تو هم بیا. عزیزه خاموش کرد. عزیزه مناسبتی ما را از کجا فهمیده است؟ گوش کن.
تو مبادا دهانت را نکشاده ای کمی گپ زن. ها؟ این چه خیلی گپ است رفت؟ من اصلا چون این کارو نمیکنم. آخر من تو را دوست میدارم یا تو مرا دوست نمیداری؟ این چی داخل دارد؟ البته دوست میدارم، لیکن چرا عزیزه گفت که با چشمانم دیدم؟ در اینجا کامیرا مانده باشد. ممدو زود به اینجا بیا. تو اکنون برو. لبایک مراجع زدید؟ گوش کن، همه جای این مکان را کابید کامیرا یا دیکتافون نباشد. از دستیان بیناموس همه کار انتظار شدن ممکن است. خوب شده است اکا چونانه به ما خبر رسید اکای ایتکین فوات را تاجیلا مدنزش جیغ زده است. مرا هم جیغ زد. کاستیومم رو گیر. رفتم میبینیم چی گپ شده است. حل میکنیم. خاله جان مرحمت گذشته شینید. اپاو کنی زود را گرده. توی مرم توی مبارک شود. باز مبارک شوده با کاندوکتوری رو سر کردی؟ این همی صاحب افتاب و زمکی خواهش کردی اردامش کردیستم. دخترم در رو محکم کردی؟ بله پدر جون. دوگانه با اکم با مغازه رفته اید؟ ها رفتیم. چی شد؟ بد نقل میکنم. ای امکی داستان جانم می آیند. بیایید امک جان مرحمت گذارید دستتون رو. اوه بیا امکی داستان کلیدن تو شینید. چی شد؟ یا نمیشود؟ حاضر کنیک بینم. مردم این چی گپ است؟ او با جنازه نرفته ایستاده ایم کو با توی رفته ایستاده ایم کمی تبسم کنید. بخیر است امروز بسیار خرسند میتوی. چی شد؟ خیلی خرسندم. امروز از یک دکتر شپاتی خوردم. گویا با دلم شپاتی زده باشد. شپاتی خوردی و خرسند شدی؟ بله بیا تو کسا خرسندی کنه من. یارکی من یارکی من آها یارکی من چرا خوش باور است گل من. یارکی من چرا خوش باور است یارکی من. یارو موشی ویران شده. آها یارکی من چرا خوش باور است بس گل من. کنید. چی شد پدر؟ ماشین ویران شده است. بعد توی در میکنیم. ویران شده است؟ آخر در این وقت دیگر ماشین رو کرایه کردن نمیتوانیم. مجبوریم با ماشین خودم رویم. با چی؟ با ماشین مردکشک. من هیچ گاه با آن ماشین سوار نمیشوم. چرا نمیشینی نورا؟ آدمان برای در آن ماشین نشستن جان میدهند. یار یار یارانه یار یار یارانه یار یار یارانه داشتن خاموشی سند آخر در ماشین مردکشک سرود خواندن ناحرمتیه. اما نه خورسندی کنم پدر. چی در ماشین مردکشک شیشته ایم گفته غمگین رویم. پدر جان شینید. از هر طرف به گوش مرخیل خبرها می آیند. گفتم حقیقت را از شما بشنوم. عزیزه دختر جانم، تا حاضر به حیات شخصیت دخالت نکردم و نمی کنم. اما شنیدم که برای از او انتقام گرفتن به این آیله دار شده ای.
این راست است؟ پدر، یک دقیقه دخترم. میدانم مخاطبی اصلی این موضوع تویی، اما من اول اینها را گوش کردن میخواهم. اینطور نیست. همش تهمت است که فواد ابله پان کرده است. من چیزی رو پهن نکردم اکه ایتکین. مناسبت من و عزیزه رو همه میدونستند. اگر آدمون فکر کنند که عزیزه برای مرا جزا دادن با رفت اویلادار شده باشد، من چی گناه دارم؟ بر زمین با مردی زن دیده و کودک دار اویلا برپا کردن عزیزه از همه بیشتر وجدان من رو میسوزاند. که تو باز وجدان داشته ای؟ رفت، دیگر در پیش من صدایت را بلند نکن. حاضر تو را گوش میکنم دخترم. عزیزه رو دوست نداری؟ نه جانم، من تو رو دوست میدارم. عزیزه برای من تنها مرغ اقبال است. تو میدونی در این دنیا داماد ایتکین یوز بودن چی معنا دارد؟ پادشاه شدن است. پادشاه. آن وقت از رفت شکر سر کرده همه رو از میان میبردارم جانم. اگر عزیزه بیاید چی؟ آن وقت چی کار میکنی؟ نمی آید، چون که حالا همراه دوگانه هایش و بیرون شهر رفت. و بیرون شهر رفتی ها؟ چطور این کار رو با من روا دیدی فواد؟ باز در جایگاه خودم رزیل. عزیزه، صد حیفت. حالا هم با من آیله دار شدن میخواهی؟ چطور؟ من جوابت رو انتظارم. بله، من برای این کار میمیرم. دروغ گفتنت شرط نیست رفت. میدونم که برای دامادی ایتکین یوز شدن با من آیله دار میشدی. من راضیم، اما تنها رسما. نفهمیدم. هیچ جوی نفهمی ندارد رفت. آیله ساخته برپا میکنیم. همین دل هر دویمان به مقصد میرسیم. تو همچون داماد ایتکین یوز و بالای فواد کلان میشوی. من باشم از او انتقامم را میگیرم. تنها دو شرط دارم. یکم، هیچگاه به من دست نمیرسونی. دویمش، با کارهایی که آبرو و اعتباری مرا میریزانم دست نمیزنی. فهمو؟ گپ نمیزنی دخترم؟ این سفسطه است پدر. ما هم دیگر رو دوست می‌داریم.
агар дӯст надорем чаро оиладор шавем? чашм нарасад. мо хеле хушбахтем. ҳамин тавр не ҷонам? албатта ҷонам. дигар чунин гапҳоро нашунавам, вагарна қабратро меканам. чӣ шуд азиза? ҳоло ҳам мепурсӣ, Рифат? ман ба ту дар телефон чӣ гуфта будам? хайр, ман вақти бо ту истодан надорам. ман рафтам. дар ширкат маҷлис доштед, ака? хайр, рафтем. карим мардум, фароед. расидем, фароед. оҳиста, фароед. саратонро эҳтиёт кунед. оҳиста. офарин. оппа. ин худаш чӣ гап? мошинатро аз инҷо бар. инҷо чӣ гап аст, а? барои чӣ? инҷо магар мусоид нест? дар назди мошини шаҳр мошини мурдакашакро гузоштӣ. айб аст охир. ҳеҷ гап не, бародар. ин ҳақиқати ҳаёт аст. туй ҳам мешавад маргам. бародар, худатро файласуф нагир. аз инҷо мошинатро бар. тамом. агар набарам чӣ мешавад? ту гапро нафаҳмидӣ ба фикрам. не, бародар, нодуруст фаҳмидӣ. ман гуфтам агар нагирем чӣ мешуда бошад? яъне хато мешавад. агар нагирем ба чӣ мешавад? ту худатро кӣ меҳисобӣ? ту даматро гир, маймунча. маймун гуфтӣ? ҳозир даҳану биниятро мешканам. аблах, девонагӣ накун. дар бараш силоҳ дорад. акаҷон, мо ҳозир худмон мегирем. хайр, агар гапро нафаҳмед маҷбурӣ мефаҳмонам. не акаҷон, мо худамон мегирем. вай, киро мебинам? октай, ту дар инҷо чӣ кор мекунӣ? мо ба туй омадем. ту дар куҷо мегардӣ? чанд вақт боз наметобӣ? октайҷон, як дақиқа ист, мошинро аз инҷо гирем. бародари қандамон хоҳиш кард. кадом мошинро? мошини мурдакашакамро. бахтиёр, бовар кун, ту аҷоиб одамӣ. наход ту ба туй бо мошини мурдакашак биёӣ. бародар, ӯ бегона нест. ту зуд мошини туёнатро дар дигар ҷой мон. майла шака. вай, ҷаноби октай, ба худо ки қандат азам. ин мурдакашӣ магар кор шуд? барои худат ягон кори ҳалол ташкил кун. хайр, чӣ кор кунам? аз бекорӣ дида беҳтар аст. охир касби падарамон аст. ман ҳам албатта кори нав ташкил кардан мехоҳам, аммо намедонам чӣ кор кунам. кори худро ташкил кардан хело мушкил аст, бахтиёр. сармоя лозим аст. не, сармоя бароям мушкил нест. падарам каме пул дорад дар зери болиш, аммо ягон кори мустаҳками даромад модаркор. мо чаро дар инҷо истодем? мо ба туй омадем ё ба ҷаноза? биё, рафтем, каме рақс кардем. рафтем. کسی اولین شده اعتراض کند خائن همان است ممدو.
مجلس امروز همان دراز دوام نمی کند. خواهینه که در میانتان است باید به فؤاد خبر رساند و خودش را معلوم کند. مرا گرنگ نکند. بله قرا هممون رو در زیر تهمت گرفتار میکنی سردار. خودت میدونی که میان ما کسی به تو خیانت نمیکند. نام من رفعت شکر. خیانت را نمی بخشم. مجلس تمام شد. بختیار حاضر اگر کمی سرمایه می داشتم آن را به شبه زیاد می کردم. مثلا یک دوستم فابریکه شترمرغش را می فروشد. کارش خوب بود ولی زنی خارجی گرفت اکنون به خارج می رود وگرنه هیچگاه از این کار دست نمی کشید. کمی فکر کن سرمایت را بعد از 2 ماه می گیری. خیلی کار پردرآمد است. شترمرغ؟ شترمرغ گفتن نگذار. گوشتش و تخمش را قیمت می فروشند. اگر تنها تخمش را بفروشی پای می شوی. مثلا در شهر 20 طرف خونه را می دانم که در یک ماه کمش 500 دانگی تخم شترمرغ می خرند. گوش کن. یک دانه تخم شترمرغ 100 لیره است. حساب کن. اگر در یک ماه 500 دانه فروشی 50,000 لیره می شود که این را فروختنش آنقدر مشکل نیست. رفیق چند سو می فروشد فابریکه‌اش را؟ آنقدر قیمت نمی گوید. 100,000 لیره. اصلا پدرم برای خانه خریدن کمی سرمایه دارد. اما من یک پرسم. یکی لوچ کن. در 1 سال برای پدرت بینوی کلام میخری. باز حقی مرا هم میده. من هم شریکم. البته اوکتای. اما باید گیریم. سخنی پوچ خالی نمیشه. نقد میده. چی خیلی نفهمیدم. کنی بیا. انا همین دور. در اینجا 3,000 هست. به من از فابریکه شترمرغ خیسه میده. از 101 دیهم میشود. مهگیر. ایست دکتر. حالا نه فابریکه رو خریدیم نه تخم داریم. آرامد و پدرم پولش رو ندید. اگر دیدم باز میبینی رفیقت از فروش فابریکه‌اش دست میکشد. او دست نمیکشد. اقوالش رو گفتم کو. اگر پولی پیشنهاد کردم کم باشد خیر اینش دیگر چی؟ همین قدر دارم آخر یک کیسه را فروخته 3,000 کار کردی. بخیلی نکن. کنی گیر گفتم. گیر. وگرنه من میانه درای کارتون نمیشوم. خیر لیکن اگر کار نشود پس میدیم. از راه یافتی حساب کن میگویند. بیا کنی من حساب. بیا. ایستا شادی به این هم این پول ها رو امانت بگیریم. ایستو حاضر فراموش میکردم. ایستو برادر اینها چی هم؟ چی باشد؟ ایستو باز یک توی دیگر هم هست. گوش کن. این تخمای شترمرغ را بگیر همراحت باشند. اینها حیاتت را پر عوض میکنند. اینها کلید در ثروتمندیت هستند. یک تاش را بخور دیگرش را خود را بیمان. این روزها را یاد خواهی کرد. شادی بگ اینها را برده در ماشین مان. نه من به اهمیتم اینجا مونید. یکی بوز نشکنم شه. آهسته احتیاط شو. آهسته او جوان خوب است ماشاءالله. آدم باید خوبی کند وگرنه نامش به بدی میماند. بختیار جان انا باز با قسمی نصیحت گذاشتی اکتای. وای تو پولها را جمع کردی به من زنگ زن. کار را حل میکنیم. بله. رقم هایم را داری؟ بله زنگ میزن. خیر نباشد تو بزدید. خودت را احتیاط کن. بایدش تو بزدید. رفتیم رقص بازی میکنیم. رفتیم. تشکر اکتای. شادی بیگ بخت بروی ما خندید. شپاتی آن دختر با من برار آورد. اوه چه شپاتی بود؟ او با من نقل نکردی کن؟ اوه شپاتی عادی تا آن دختر را ندیدی. آن نگاه های زیبایش، آن چشمانی دل ربایش. شپاتی را یک طرف گذار.
میگویم عمل که حکمت سرمایه رو میداده باشد. البته میدهد تو را هم از این حیات نجات میدهم. پایی بشوید تو روشنی که خودم میکنم. خزمان بخون بخدا. یک دقیقه ایست. من پول ندارم کو. او خیر من هم ندارم. همین دوره که من از مادرم قرض بگیرم تو از من قرض بگیری پایی بشویم گرم. او خوشت گیرم. پایی بشویم. پایی بشویم. بچه بابایی جهانم. کارها روز به روز بدتر شده ایستاده‌اند رابرت. از روزی که رفعت شکر دامادی ایتکین شد توازن تغییر یافت. تغییر. رفعت شکر امشب میمیرد. دیگر راهی نیست. آن قاتل یافته اتون حالا هم نامده است. چرا به اینجا نآوردی رابرت؟ گوی درآید. کار رفعت شکر رو امشب حل بکن و همش چونانی مصلحت کردیم خوب می شود. اما اگر به دست افتاده مرا فروشی زن فرزند رو دیگر نمیری. تو با من رشک میکنی عزیزه؟ سفسطه نخون رفعت. میونی ما چیزی نیست تا که من رشک کنم. دونسته باش حیات شخصی تو برای من هیچ فرقی ندارد تماما. اما تا زمانی که اویله‌داری ساختمان دوام میکنند مرا در نزد یار و دوستانم پس نمیزنی. فهمو؟ من چنین کاری رو نکردم. خاموش رفعت خاموش. دیگر یگان کلمه شنیدن نمیخواهم. خب مایلش خاموش شدم. بیا به سر دسترخوان رویم. ما را انتظارند. مادرم شبهه دارند. چند مراتب از من پرسیدن که این چه خیل عائله داری است. بیا لطفاً. مالش رو من حاضر میویم. حاضر میویم گفتم کو. ایلین نآمد. دعوتنامه‌اش را انتظار است. او را بسیار ارکه نکن رفعت. می آید مادر می آید. تو هم بس کن نواختنت را. چند بار گفتم در سر دسترخوان موسیقی ننواز. با طرف کودک داد نزن. شما او را به چنین حال آوردید. چند بار گفتم ارکه‌اش نکنید. چرا ارکه‌اش نکنم؟ او نبیرم است نبیرم. مایلش نبیره شما باشد هم پسری من می شود. با اشتیای تو. تشکر. خدمت. من سنتکنیک هستم. چه گپ است؟ اکا میگوید که من سنتکنیک هستم. من درآید. درو. مصطفی جزانش رو کو. او سانتکنیک است. مرحمت.
تو چی کار میکنی؟ دیوانه شدی؟ برقص میکنی ها؟ چی خیل برقص ریفت نخست دستش رسید افتید. او برقص میکند همینطور نه؟ جواب ده، جواب ده. چی خیل جواب دهد؟ آخر او گپ زدن نمیتواند، نمیدونه. اینش هم برقص است. با نزد چند دکتر رفتیم، هیچ عیبی ندارد گفتن. برقصی من میکنی ها؟ مثل مادرش برقص کار است. کنی دف شو، با حجرات رو. گم شو. در حق مادری رحمتیش چرا چون این گپ میزنی ریفت؟ مادر شما هم دیوانه شده اید. مادرش نمرده است، برآمده به امریکا رفت، ما را ترک کرد. خوب کرده است. در حق تو کم است این کار. تو مادرت رو هم دیوانه برار. مگر من تو رو چنین تربیه کردم؟ مادر جان مرا ببخشید، من شما را خفه کردن نمیخواستم. تو نمیفهمی. طاهر این کار رو برای تو نه، برای من میکند. زودتر کاری فوتی به شرف رو حل کن و این بازی هایمون به آخر رسند. طاهر هم راحت کند. مرا مادری و گایش فکر میکند. خواطر نشو عزیزه، کاری فواد رو به زودی حل میکنم. طاهر باشد پیش از آمدن تو هم چنین بود. جناب سنتیخنیک اومده است، در حموم است. تو دعوت کردی؟ نه من دعوت نکردم. من هم خبر ندارم. شاید خانم لطیفه جیغ زدند. مادرم از کجا اوستا را دعوت میکند؟ اگر چنین میشد به من خبر میدادند. چی گپ شده است؟ اکا این استا یگان نامعقولی کرد. چه خیل استا ابله، من برای چی شما رو میخورانم؟ این قاتل برای کشتن من به خانه‌ام وارد شده است و شما به خبر. او رو به باغاش گذارید. چی گپ شد؟ این کیست ریفت؟ سگ بچه ای فواد. پدرت این شب روی اصلی فواد را میبیند. کنی مردمی عزیزم همه فرایان خانه به خانه تقسیم شوید. بیبی جان برای من لختک نخریدید کو؟ بله بیبی جان، به من ماشین پولدار میخرید گفتید کو؟ البته میخرم. حاضر پول هایمان تمام شدن، بعد میخرم. خانه حفیظه. سلام علیکم. چی حال داری شیر بچه؟ در سوی چی خیلم؟ خوبم. آفرین. تو چی حال داری شاه دختر؟ خوبم. خوب.
با فکرم تعبتان کمی خیر است. خاله حفیظه خوب شد که شما رو دیدم. با نزدتان رفتنی بودم. بخیر است بختیار. این را این چیست؟ اینقدر چیزی مهم نیست. یک پول چیز. نه بختیار نمیگیریم. ما این را نمیگیریم. چرا نمیگیرید خاله حفیظه؟ من از شهید قرضدار بودم. نه رحمت بختیار، صد شکر دولت ما را نگاه بین میکند. میدونم که دولت دستگیریتون میکند، اما این قرض شخصی من است. شهیدم و من این را نگفته بود. نمیگفت. من گفتم با کسی نگوی. در میانمون سیر بود. بیاید خاله حفیظه اینها رو بگیرید. من رو خفه نکنید. من خیلی سر و سیمایم. بختیار خیر بچه ها، یگان روز با زیاراتتان میام. حالا قرضی من تمام نشده است. خیر رمک بختیار. ای خدا، این چه قرض باشد؟ قرض وطن خاله حفیظه، قرض وطن. قرض وطن تا دم مرگ ادا نمیشه. با هیچ کجا نروید. امشب مژده خوبی دارم. چخل مژده؟ حاضر گفتن نمیتوانم پدر. امشب شما را با یک طرف خانه لوکس ببرم. میدانی تو مژده‌ات رو ده، طرف خانه رفتن رو بعد فکر میکنیم. آخر قیمت میشود سرم. شما این طرفش رو فکر نکنید، پول مشکلی نیست. تو این قدر پول را از کجا یافتی؟ پدر جون این حالا از نوکی خبیر فطیر است. مژده دارم، مژده. اکا من مژده رو دیرتر شنوم میشود. با دوگانه هایم وعده دادم. در نیمیشب کجا میروی؟ به خونه مروشو. یک هفته پیش اجازت گرفته بود. نباشد اجازت نمیدادم. تا بازدید ویلدن. تا بازدید؟ یعنی نامزدت نمیرود؟ چه خیلی نامزد پدر؟ اگر ویلدن نرود من به هیچ کجا نمیرم. نرود؟ گفتم مگر من چونه گفتم؟ رفتیم تاکسی آمد. بیاد میرویم. در نکنی. بیاد خیلی پدر در نکنی باز. مایلا شکر. مرور سلام گو. باز در نکنی. مایلش. الو عزیزم، تو در خونه ای؟ من حاضر می آیم. نه من در خونه نیستم، در راه هم حاضر می آیم. مایلش در جای هر وقت وا میخوریم. مایلش اما وقتم کم است. بیایید پدر جان، بیایید. انشالله از زیر این مژده یگان بلا نمیبراید. مگر میشود امک حکمت؟ من با بختیار باوری دارم. ببخشید شما میز رو فرمایش داده بودید؟ نه متاسفانه تمام میزهایمون بند است. بختیار رفتیم دخترم. بیا یک دقیقه پدر حاضر حل میکنم. برادر بیا ما رو در یگان کن جای کن. در وقت شب دیگر طرف خانه نرویم. کاری مهمی داریم. متاسفانه ای برادر ابله تو کی رو انتظار میکنی؟ او رو نمیشناسی که نگم شو. ببخشید آقا، مرحمت. با میزی بهترینمون گذشته شنید. پدر بفرمایید. میز رو پر کنید. اگر یکون چیز لازم شود اشاره کنید.
اینا از کجا فهمیده که ما تاجری بزرگ بشویم ها؟ نمیدونم. کو گبزن مجده چی بوده است؟ حاضر میفهمانم پدر. اول اجازه دید یک دستایم رو شسته بیایم. چی گپ هست؟ نمیدونم. چی شد؟ دستشویی نرفتی؟ نه پدر جون، دست خودم دهان خودم میشینم. رفعت نامد است. رفعت؟ چی رفعت هم میآید که؟ جمامت را او طلب کرد. خیلی مهم بوده است. تو خبر نداری؟ نه. وقتی شما دعوت کردید ما دویده آمدیم. سال هاست هر دویتان در برم کار میکنید، اما همدیگر را چشمی دیدن ندارید. این کارتان از حد گذشت فؤاد. از حد گذشت، میفهمی؟ اگه ایتکین رفعت اومده است. مسئله چیست رفعت؟ آقای ایتکین، امروز در اینجا از هر دوی ما یکی میمیرد. یا او یا من. دیگر راه نیست. رفعت، تو مسئله را در میان گذار. اینجا قرار را من میبرارم. دامادم بودنت هیچ تأثیری نمی کند. خواهین جزایش را میبیند. او را بیارید. احمق، مجدهی گفتت همین می؟ نه، کمچخ تخمی شتر مرغ. من آن پلها را برای کاری احمقی تو نه، برای خانه جمع کردم. آخر من قرض طلب دارم پدر. بعد 2 ماه پولش رو میبرارد. بعد من برای شما قصر میسازم. در 2 ماه میبرآورده است. از کجا میدانی؟ آکنی پیشتر گفتم که اکتای در حال 3000 پول نقد داد. کار رو سر نکرده 3000 کار کردیم. اگر اکتای پول بداشت خودش این کار صاحب میشد. شدی به گپ زد. ایلان همه خیلی که حکمت من شاهدم. من با کاری که نمیدانم نه همراه میشوم نه پول بدیم. تمام بیاید برویم. پدر با اجرای کاری دانسته همان چی شدیم؟ برای از سنگ مزار پول کار کردن همان مردن آدمان رو انتظار میشویم. من گپم را گفتم. میرویم.
خطا نکرده باشید؟ نه آقا خودم شماریدم. 20,000. 20,000؟ مایلش من حیصه شما رو حساب کرده خبر میدیم. هرچی شما خواهید آقا. تشکر. و حساب را کدام حساب را؟ حساب خوراکم را. این طور نگویی. نوش جانتان باشه. مایلش خدا برکت دید. نوش جانتان نوش جانتان. برای چی من خواهش کشتن رفعت رو کنم اکا؟ آخر من و رفعت تابع شماییم. هر مشکلی پیدا شود نشسته حل میکنیم. در بالای سرمون شماید. این کار نمیکنم. در میانمون بعضی مشکلی های خورد سر میزند. مشکلی های خورد؟ اگر از دستت بیاید به مکان های زیر حمایه من بوده هم بینی میخلانی. مگر چکل پس بودنی تو را نمیدانم. رفعت به اجازت گپ نزن. با این سخنهای بدت جواب دادن نمیخواهم، اما بدان که من خفه شدم. اکای ایتکن طفل خردسال بودم وقتی به نزد شما آمدنم. شما مرا کلان کردید. شما سری مسئله بیافوت. اکا من دیوانه شدم که داماد شما را میکشم. برعکس کسی را میکشم که داماد شما را کشتن خواسته است. انکنون شما دقت کنید. گبزن کی تو را تعیین کرد؟ کی تو را تعیین کرد؟ تا 3 حساب میکنم. اگر نگویی مینت را پاش میکنم. 1 2 3 تو به اجازت من چخیل آدم را میکشی فوت؟ آقا در نزدتون توصیه شماریدم. اگر ایستا میگفتید نیستادم، با سری خودت پران میگفتید میپراندم. ابله من فکر کردم برای ترساندنشونی میکنی، اما تو را کشتی. گپ نزند گفته کشت. او گپ زدن را نه مردن را انتخاب کرد. رفعت همه شاهد بودیم. نفرانه میخواهند میان ما نفاق را جای کنند. به دام دشمنان باید نرفتیم برادر. این مسئله همینجا میماند. هر دویتان آدمان من هستید. شما به جای جنجال کردن باید یک جای باشید. از این پس کسی جنجال را سر کند قبرش را میکنم. مرا فهمیدید؟ چون این قاتل را بلا زندند. پدر دیدید اون نقشه را ندیده باور کرد. در حال پول داد. در تجارت باوری اساس است. بیتر نشده. باورم نمیآید. آخر پول را میدید پدر؟ البته میدهند بختیار. انا بین بیگناه دادن چرا پدرت ندهند؟ ولی گوید اما که حکمت. پدر 100,000 لازم نیست. حاضر 20,000 داریم. 80,000 دیگر دید شد.
بیاید پدرجان گذارید گذارید اما کیف من گذارید شیرید پدر شیرید رسما گپ نزند گفته در پیش چشمانم او را پراند پدر لعنت هم در نعل میزند هم در میخ از این پس کارها رنگ دیگر میگیرد ممدو اکنون تیر از کمان برآمد پگاه بعد از تهیه سلاحها باید فؤاد را بگولانیم ایتکین رو نشنیدید دکه کسی جنجال را سر کند قبرش رو میکنم گفت گپ در سر همین است ممدو برای کشتن فؤاد باید چنان نقشه بکشیم که ایتکین هیچ خبردار نشود رفعت با من باور نکرد روبات من حس انتقام رو در چشمانش دیدم پگاه تحلیه سلاح دارد پگاه کارش رو حل کنیم جنایتش را به بالای آدمانی تحلیه گیرنده میگذاریم باید که کار را تازه اجرا کنیم میفهمی؟ از جنر خبری هست؟ رفعت به او ضرر نرساند من رو به حالم گذاره که جنر جواب ده چرا خاموش کردی؟ چرا با تاکسی اومدی؟ ماشین در کجاست؟ وای شهادت نامه رانندگیم رو گرفتم برای همین چیل در کجا؟ از روی سرعتی بلند با سرعتی بلند رفتم شهادت نامه رو گرفتم اکا؟ در کجایی؟ زود به خانه بیا چی شد است اکا؟ زود به خانه بیا مالش من میروم کاری ضرور برآمده است جانم تو با تاکسی میروی؟ البته من میروم مالش چه شد دخترم؟ من نواز خانه دوگانه هم برآمدم مایلش ما هم به خانه رفته ایستاده ایم پدر جان پولم برای تاکسی نمیرسد تو بیا دخترم پولش رو میگم مایلش آماده باش ایستا خوب نمایان شود پرون روبات اکا جون آفرین انا از اون طرف پروندم زود دوید اکا من مرد تو چی ها میگویی؟ مگر نمیدانی که او جوشن دارد از خوش رفت کنی رفته او را زود به وزی من بیارید دوید اکا جون دوید رفتیم زودتر
با ماشین شلید. تسمه به خطری رو بند روبات باز یکون چیز نشود. ماشین رو درست رون بالا زنه. بالا زنه. بلا زند. اینا کیستند اینا. جمع شوید میرویم. دار کی ما رو پراند؟ بچه ها رفتند. حاضر دستگیرش کرده میارم. سرم این رو برار. سخت فشار میارد. برار من یه چی گپ باشد؟ خدایا خدا. او همان دختر است. این در محله ما چی کار میکرده باشد؟ با کودکان بازیش تقسیم کنم. جانکم شاهزاده دل صافی من. آدمان آمدن و دختر رو شما کی هستید؟ رهایم کنید. شما کی هستید؟ چیکار میکنید؟ اون رو با کجا میبرید؟ سردید. چی گپ هست؟ شما چیکار میکنید؟ با من نگرید. ایستید. سردید. شما کی بودنی من رو میدونید؟ سردید میگویم. به ناموسا سردید. دختر را رها کنید. تو باز که هستی؟ از کجا پیدا شدی؟ حاضر از کجا پیدا شدنم را میبینید؟ کنی زود رو دستگیر کنید. سردید میگویم. حسین با تو چی شد؟ سرده مرا. ابله
دختر را رها کن. کاری تو با من است. من با تو کاری ندارم. تو خودت که هستی. من حتی تو را نمیشناسم. اگر باز یک قدمی دیگر گذاری معشوقات را میپرانم. خودت این را خواستی ابله؟ این تخمی شترمرغ است. نرخ یک دانه اش 100 لیر است. قهرمانی من. خیز پسرم خیز. بیدار شد احمق. پدر؟ همانه. میدانی ساعت چند شد؟ شادی بک تو رو در بیرون منتظر. راست؟ چخیر؟ با ما زیبید است؟ خیلی زیبا شده به خیلی. از بایدلای سعیدشا گرفتم. همون دخترکی که مرا شپاتی زده بود به خوابم در آمد. مرا آنقدر خوب قهرمانم گفت. حالا باشد قهرمان شدی. ما در اینجا در فکر چیم تو باشی خودت قهرمان میگردانی. مبلغ آماده است یا نه؟ مبلغ؟ البته. بله آماده است. کنی حساب کنم؟ بیا من حساب کنم. ای بچه ای انا در اینجا 100,000 است. یک دقیقه. حساب نمی کنید؟ او جوانی کاری است. کاری. من به اقتای وکالتنامه را دادم. کارهای رسمی را با او حل میکنید. من حالا به خارج کشور پرواز کاری شدم. باز از هواپیما دیر نکنم. حجت. حجت. اونقدر کارهایم جودن که از خاطرم برآمد. تو خاطر نشو، من خودم تو را به فرودگاه میبرم. خیلی خوب میشه دکتر. پس از بازگشت حجت ها را به نام تو میگذارم. بختیار جان، بگذار حجت ها در دست من نیستند. فکر کن که فابریک از آن تو شده است. ها، مورد ذکر است که زمین 13 ساعت است. امروز همراه رفته با چشمان خودت خواهی دید. فقط حصه مرا فراموش نکنید. البته اکتای و نخود فراموش کنم. خیز زودتر روی بزدیر نکنیم. نصیبتون کنم. تشکری زیاد. سلامت با شما راهی سفید. وای به هیچ کجا نروید، من کمی بعد میایم. مایلش ما همونجا تو رو منتظر میشویم. سلامت باشید. بختیار به فکرم همین رفیقات کیلت میکردن. شادی بی دوستم دیگر 13 ساعتی خست. خدایا بای شدیم. شادی بی دو چای سیاه. دو چای سیاه؟ بای شدیم. حالا هم دو چای سیاه فرمایش میدی. آدم که باش خوراکی گرم فرمایش میده. مایلش با نخواستی تخم شترمرغ برایت حمله نپسم. بای بودن به ما نمیزیبیده است. چه خیلی اکنون چی کار میکنیم رابط؟ چی رو نمیفهمی؟ به خونه رفته منتظر میشویم. آخر ما از هیچ چیز خبر نداریم کو. مجبوریم منتظر شویم. خودشون خبری مرگ رفعت چکر رو به ما خواهند رساند. ما باشد برایش غمگین میشویم. به سر مزارش رفته عشق میریزیم. عشق، لیکن ما عشقی شادی میریزونیم. بله بله، من با خودم افتخار میکنم.
фикр кун ҳеҷ кас мисли ман одамеро ки худаш куштааст ба қабраш хок намепартояд. чӣ гап аст ака ба ман фаҳмонед? чаро намегузоред ба берун бароям? ман асирам ага. чӣ хел асир? фақат каме чора андешидем. агар хоҳӣ ба ҳар куҷое ки хоҳӣ баро. акнун дар амн ҳастӣ. шербача ака онҳо девона буданд, худашонро тарконданд. аз дастамон коре наомад. чанд нафар буданд? инро ҳам нафаҳмидед? худо ҷазоятонро диҳад. ба мошинҳо савор шавед. ба акаи Айтекин хабар намедиҳем ака? хабар диҳем чӣ мешавад мемдӯ? суиқасдчиро ба ӯ супоридем, чӣ шуд? ба ғайр аз ин намедонем ки кӣ маро парондааст. фуат аст. боз кӣ мешуд ака? суиқасдчиро ҳамҳамӯ фиристодааст. чӣ хел исбот мекунӣ? агар исбот карда натавонем, Айтекин ҳеҷ гоҳ ба мо бовар нахоҳад кард. гузар. намебардорад. ором шав. шояд бесадо мондааст телефонашро. оромаму лекин ҳоло бошад хомӯш кардааст. ором шав. қуввааш тамом шудааст. як қадам роҳ аст. куҷо шуд ин одам? пробкаи роҳҳоро намедонӣ магар? дар 10 дақиқа меравӣ, дар 45 дақиқа бармегардӣ. маълум нест. ором шав. октай куҷост ин палид? аз байнатон ягон кас Октайро мешиносад? мешиносед? амак шумо Октайро чӣ кор мекунед? дуғро мешиноси бародар? агар шиносӣ дар куҷо буданашро ба ман гӯй. чӣ шуд амак? Октай ба шумо чӣ кардааст? бо ҳуҷҷати қалбакӣ маро фиреб дод. ҳуҷҷати фабрикаи штурмурғ аст? бале. вай амак бисёр мардаки ҳушёр айнек я. ту даматро гир. замини шумо чанд сотиқ буд амак? 13 сотиқ. вай аз амакам ҳам 13 сотиқ буд асти. 13 сотиқ. 13 сотиқ. охирин нусха аст. ҳардуи инҳо як хеланд. як хел. ин бара теҷа як хел нусха будааст. як хел нусха намешавадӣ. бахтиёр, ба худо ки як хеланд. рост мегӯ як хеланд. амак шумо чанд пул додед? 150,000. ва шумо зиёд додаед. мо ӯро ба 1000 розӣ кунондем. Шодибек пешдаро рафте. ба куҷо? Октай! ҳоло исто Аллаҳ, ман туро чӣ кор мекунам? ҳоло мо ба куҷо меравем? ба фурудгоҳ? дар фурудгоҳ чӣ гум кардаем? охир Октай ба фурудгоҳ меравам гуфта буд ку. беақл кадом сухани он нобакор дуруст буд ки ба фурудгоҳ рафтанаш дуруст бошад? рост. акнун ба куҷо меравем? ба шӯъбаи полис. ин тавр бошад маро дар назди ягон тарабхона фарор. дар назди тарабхона? ту девона шудӣ. дар ин вазъият чӣ тавр аз халқат хӯрок мегузарад? меъдаам беҳузур шудааст. рафта хӯрок хӯрам. ҳар дуямонро наҷот додан мехоҳам. бигзор 20,000 зарар бинему 80,000 фоида ба даст орем. ҳуҷҷатро ба онҳо мефурӯшам. ин тавр намешавад. ба мо намезебад. акнун ҳама корамонро партофта аз паси коре медоем ки ба мо лоиқ бошад. гуноҳ аст Шодибек, гуноҳ. ба ман ин гуна маблағ лозим нест. гуноҳ бошад уболаш ба гардани ман. ту кордор нашав. ин одамҳо орзу умеди амаки ҳикматро дуздидан. мефаҳмӣ? бечора хона харидан мехост. намешавад Шодибек. исто. ту чӣ кор мекунӣ? ҳуҷҷатро ба ман де. дар шӯъбаи полис во мехӯрем. Шодибек, ба ман нигар. бра раҳа банд накун, мошинро тира нигоҳ дорам. худо ҷазои ту бар ин одамро диҳад. бахтиёраш кист? як рафиқам қадди баланд дорад, бузург ҷуса аст ку. аблаҳ, маро масхара мекунӣ? ака, астағфирулло, чӣ хел масхара? ман ҳеҷ гоҳ беҳуҷҷат гап намезанам. ҳуҷҷати замин, нигар, андозааш ҳам навишта шудааст.
در برابر 80,000 همین رو به شما میدیم اکا جان. بگم پرابلمه. کدام ابله به این سخنان باور میکند؟ ما باور کردیم کاکا. ما شکایت شما را گرفتیم. میتوانید روید. تو رو تبریک میکنم، طرف خونه نشد و یک دیدن ساخته بودن حجت رو فهمیدن، لیکن ما نفهمیدیم. از ما دیده آدمی به عقل نبود استه. تو چیکار کردی؟ پلیس چی گفت؟ یک گروه بودن الباسی ها، تنها ما رو فریب ندادن. باورم نمی آید. اگر پلیس این خیلی گفته باشد از دست ما بلا نمی آید. این چه معنی دارد؟ البته با پدرم تنها من حساب میدیم، برای تو فرق ندارد. تو تنها در فایده هم کاری میکنی. تو چی گفته ایستاده؟ مرا میرنجونی برادر؟ حاضر میگفتم مرا پرتافته گریخته ایستاده ای. اگر پلیس اینطور گفته باشد از دست ما کاری نمیاد. هرچی باد و باد. انا همینطور در حال خودت رو به عقب میکشی. چرا این فکر میکنی؟ من شد که بودنت را فهمیدم. گپ را دراز نکن. من حتی ویتامینی در زیر زبانت بوده را میدانم. شد این حجت ها را به من ده و من خودم این را حل میکنم. رو از پس این کار چاو. رو گرد از اینجا گرد. با کجا می رویم اکا؟ با خانه در کوه بوده امون. با من خوب گوش کنید. من حالا تلفنم را خاموش میکنم. هر کسی که با شما زنگ زده ما را پرسید با او گوید که به خارج کشور سفر کرده است. اگر مادرتون زنگ زند چی؟ هر کسی که زنگ زند گفتم نمیفهمیم. اگر فوات نابکاری که قصد جانی مرا نمود بگذار جنایت صادر کردن گیرد که او را در جای حادثه دستگیر کنیم. بخبر است ایتکین فوات را نابود میسازیم. بس سخنانش نگره؟ هرچی بوده بود. البته از او چیزی دیگری نباید انتظار شد. من باشم با او اعتماد نمودم. با این نگر در ماشینش مرده ندارد، لیکن با ما راه نمیدید. یک بالا کرده او را گذار. های شادی که ابله دیگر جای برای گذاشتن نیافته است. تخمی شتر مرغت از سرت ماند. این چی بود؟ ابله ای خدا. با این نگر در راهی راست رفته با درخت زد. اکای ممدو چی کار کردید؟ خوب هستید؟ خوبم اکا مرا نمیشنود. چی شده که از هوش رفت؟ با فکرم سرش سختی بد زده است. با او چی شده است؟ اکا چی کار میکنید؟ نفس هم نمیگیرد. چی خیل نفس نمیگیرد؟ با او چی شده است گوی آخه؟ در زیر گوشم داد نزن ابله. نبزش هم نمیتپد به خدا. نبزش نزند مرده است. چه خیل نبزش نمیزده است؟ اکا امان مرده است. چی؟ سردار مرده است؟ نمرده است. نباید بمیرد. سردار نباید بمیرد. وجدانم نمیگذارد که گذشته روم. به این هم بسرم هر بلایی که نهایت از روی پاک وجدانی می آید. رو با او کمک کن بختیار.
من خودم رو خیلی بد حس میکنم. رفعت شکر مرد، ما هم میمیریم. اکا قربانت و شما هم یک بار دیگر بینید. رفعت شکر نباید بمیرد. آخر کم پیش زنده بود چخیل میمیرد. بهترش تو در فکر چی طور مردنی خودمون شو. از دست فوات رزیل که ما را حمایه میکنند. گپ زن ما مردیم دوستم. فوات ما را با آسانی نمیکشد. پاره کرده میکشد. ابله نابکار. مثل تخت پاره شدن رو نمیخواهید البته. نمیخواستند یان که در ظرف‌های کسلاته آب شدن رو انتخاب میکنید. انتخاب میکنید همین رو. انتخاب نمایید. من از روی انتخاب شما کار میکنم البته. هزوم تمام شده است. میمدو کدامش رو؟ انیل دو دارم. ما از فوت گریخته نمیتوانیم. به هر کجایی که رویم ما را پیدا میکنند. من به شکنجه های او مردن نمیخواهم. به من یک خوبی کن. سلاحت را برآورده در سرم پرانده کش مرا. نمیشود اکا. اگر من شما را پرانم پس کی مرا میپراند؟ خوب میلش. در یک وقت همدیگر رو میپرانم. میشود؟ میشود. بیا سر کن. حالا من از 10 تا 0 حساب میکنم. 0 که گفتم میپرانم. میلش؟ فهما. 10 9 8 7 6 5 4 3 اکا حقتون رو حلال کنین. حلال باشد. تو هم حلال کن. حلال باشد اکا. در کدام رقم ایستاده بودم؟ در 8. 8 اکا از سری نو حساب کنید. از 1000 حساب نمی کنید که میلش از سری نو حساب میکنم. 10 9 8 7 6 5 4 3 صبر کنید. ها در این دنیای دیروزه چرا دیگر رو میپرونید ها؟ آقا هم دیگرتون رو کشید بدونید چی میشود؟ شما رو حبس میکنن. یعنی گفتنی بودم که در قبر پوسیدن میروید. اکا اون چی رو من میبینم تو هم میبینی؟ البته. آقا شما چی کار میکنید؟ من چیگونه دارم؟ فقط با شما گفتم که یک دیگرتان رو نکشید و خلاص. مایلش من با شما کاردار نمیشم. هر کاری که میخواید کرده گرید. من رفتم. اگر یک قدم دیگر زنی میپرونم. آقا از برای خدا من چگونه دارم؟ آخر در راهی راست آمده به درخت برخوردید. من صدمه رو دیده خواستم پرسم که شاید با کمک احتیاج دارید. اینها حیاتت رو پر ایواز میکنند. اینها کلید در این ثروتمندیت هستند. اکتای بازن گپی راستم از دهانت میبرآمده است. حیاتم رو سوزاندی ابله. چرا خود به خود گپ میزنی؟ آقا از برای خدا قسم میخورم که ناخوش شد. قسم میخورم که ندانسته تخم را پرداختم. میدانم شما حق هستید لیکن با ماشینتان ضرر زیاد نرسیده است. چگونه که در عرفیت گفتن مال رو یافتن ممکن لیکن جان رو نه همیطور نه. اما مسئولیت میکنید. پول ندارم. پولی نقد ندارم لیکن حجتی زمین دارم. اگر این را فروشید از این ماشین 10 تایش را میخرید. بله 13 ساتیق.
چی کار میکنید اکا؟ اکا؟ اکا اصلا با شما قلبکی بودنش از کجا فهمیدید؟ خدا من 100,000 ساختم. اکا مرا پرانه، مرا همه جا کشید، زیرا اگر شما نکشید پدرم مرا دمت را گیر. اکا شما از من چی میخواهید؟ پدرمون میشوی. نفهمیدم. پدرتون؟ ساده کرده گوییم از این پس سردارمون تو میشوی. اکا اگر مخفی نباشد شما با چی کار مشغولید؟ به اینجا بیا. با کجا؟ خدایا. جای این آدم را میگیری. مرا فهمیدی؟ من بعد رفت چکر تو میشوی. بیا اکنون او رو براریم. کمی براریم لیکن ماشینمون ویران شده است. ای کجا؟ تو غمی ماشین را نخور. نگر این ابله باز با ماشین مرده کشک آمده است. این ماشین مرده کشک کو قندت را زن. اکای ممدو جسد از ماشین نمی افتد. چرا می افتیده است؟ با این ماشین مرده می کشن. نمی افتد همین طور نه؟ نمی افتد اکا، نمی افتد. من نمی دونم چی طور بدامی شما افتادم لیکن عاقبتمون بخیر باشد. برادران گذارید که من روم. من پدر و خواهر اهل عایله دارم. من با شما پدر شدن نمیتوانم. آخر من حتی عایله دار نشدم. چطور با شما پدری کنم؟ گوش کنید، میدونم با این آدم خیلی مانندم، لیکن چیکلی که میدونید از من مهم صورت نه بلکه سیرت باید مثل انسان باشد. جسد رو روی روز با پایان حواله دادید. آقا این خودش چی گپ؟ او چطور مرد؟ نه خود به ضرب خوردن سر آدم بمیرد. آن ماشین بالشتی محافظوی بسیار گپ نزن. اگر به کاری ما یگان مشکلی برآید اول خودت رو بعد پدر و خواهرت رو میکشم. فهمیدی؟ آقا نیتی من مشکلی برآوردن نیست، لیکن من چطور با شما سردار شوم؟ شما آدمی رو که سرش ضرب خورده است از جری به پایان میپرتوید. با تو بسیار گپ نزن گفتم. تمام. از پدرت چقدر قرض رستی؟ 80,000. رفته چمدان را بیار. 100,000. 180 ها در اصل 80,000 است، لیکن 20,000 دیگر از طرف خونه قرض دارم. قرضی او هم ساخته حساب می شود. گناه است آخر، باید قرضی آنها را هم بپردازم. انا 100,000 رو گیر، پول مهم نیست. با خدا شما آدمانی خوب بودید. اجازه دهید من زود رفته قرضهایم رو پرداخته برمیگردم. من هم دیگه شما رو به پاسخ گذاشته نمیخوام، زیرا من از هیچ کس قرضدار شدن نمیخواهم. میروی لیکن دیرتر. اول تو رو می آموزانیم. آموزش؟ راست آموزش شرط است. این ماشین مرده کشک رو گرفته به دیهای زنجیری ببرید. صاحبش از همونجا مییابد. ممکن است من به خانه زنگ زنم، شاید خواطر شده باشند. مایلش زنگ زن. تشکر. یگان سخنی خطاگویی به سرت میپرونم. جواب نمیدید. پدرم سال خورده است، بر وقتی خواب رفته است. خواهرم، یک بار به خواهرم زنگ زنم.
من برای وی زنگ زدم پدرم تلفن رو نبرداشت. من شب در خانه نمیشوم. شما خواطر نشوید. با پدرم رسون تو خواطر نشود. چی میگوید اکا؟ هیچ چیز رو نمیشنوم. نوران تو مرا نشنیدی؟ هیچ چیز رو نمیشنوم. مرا نمیشنوی خواهرم؟ من در زادروزی مروم. در زادروزی مروه بوده است؟ از صدای بلند موسیقی مرا نشنید. اگر اجازت باشد ممکن است برای رفیقم زنگ زنم. تشکر. حاضر شدی بیگ. گوش میکنم. شدی بیگ چرا بزودی نمیبرداری احمق؟ ببخش تو ما رو احمق میگویی؟ خودت احمق. کجای روی تنها میروی باز ما رو احمق میگویی؟ مثل زنها قهر نکن شدی بیگ. کلت رو میکنم. ما رفیقیم. راست؟ مرا ببخش دوستم. مرحمت تو رو گوش میکنم. مرحمت. او با این احمق نگره. با من گوش کن. گفتنی بودم که پدرم با تلفن جواب نداد. من شب در فابریکه شترمرغ میشوم. با پدرم رسون که خواطر نشود. فابریکه شترمرغ گفتی؟ تو چرا دوباره میپرسی شادی بیگ؟ خیر دیگر نمیپرسم. مانده های کار یکم خدمت دیگر است. شادی بیگ با من نگر. تو مرا نادرست فهمیدی. همه چیز رو نادرست فهمیدی. ابله حاضر خودت رو هم میگفتم شترمرغت رو هم. میلش با پدرم خبر رساندن را فراموش نکن. باز خواطر نشوند. ماشین مردکشک را از دهه زنجیری رفته گیر. تلفن رو ده. شناسنامه است. شما چیکار کردید اکا؟ از این پس آنها به تو لازم نمیشوند. لازم نمیشوند؟ خیلی گرسنه ماندم به خدای. از صبح صادق هیچ چیز نخوردم. با ما چای ریز؟ تو چی گفتی؟ به من گوش کن. در نزد آدمان تو سردار میشوی، لیکن در تنهایی هر چیز ما گفتیم همان میشود. به حرمتی نمیکنی. من با شما چی کردم؟ خیز چای ریز ابله. مایلا شکر میریزم. من با این گونه چیزا اهمیت نمیدیم. هیچ گپ. اون رستو که بود از همین سبب پرسیدم. گپ را زیاد نکن. من به همسرش زنگ میزنم میگویم که به استراحت رفته است. همسرم؟ من همسر هم دارم؟ البته داری. حتی زنت فرزند هم دارد. بچه یا دختر؟ پروا نکن. همه‌اش را به تو نقل میکنیم. به من هم چای ریز. الو ینگه. سردارمون برای یک کار تاجیلاً به خارجه سفر کردن. پس از 5 روز برمیگردن. خواستم خبر دیم. مالش فهمو. مونده نباشد. تو با کدام رویت با من روبرو میشوی؟ عزیزم من تنها با تو صحبت کردن میخواهم. لیکن من با تو صحبت کردن نمیخواهم. عزیزه من خیلی پشیمانم. از تو میخواهم که مرا ببخشی. میدونم که تو هم مرا دوست میداری. اگر این طور نمی بود محض برای از من انتقام گرفتن با رفت خاندار نمی شده. تو درباره کدام دوست داری گپ میزنی؟ مرا مسخره میکنی؟ حتی از شنیدن نامت دلم به حضور میشود. تو با یک زن اویله‌دار چرا این طور گپ میزنی؟ یا به خارج کشور رفتن رفت را استفاده میبری؟ رفت به خارج کشور سفر کرده است.
کی این رو با تو گفت؟ ممدوی پلید گفت. کسی که گفته باشد. گوش کن، مرا به حالم گذار. باری دیگر با من روبرو نشو. فؤاد زنگ میزند. فؤاد کیست؟ همون پلیده که قصد جان تو را کرده بود. قصد جان مرا کرده بود؟ یعنی تو به جای سردارمون گذشتی، برای همین طور گفتم. باز زنگ میزند. کنی بینیم چی میخواسته باشد این ابله. در اینجا بودنی مرا با اون نگوی. الو فؤاد. فؤاد گفتی؟ ها؟ فؤاد سردار میگویی مرا. فؤاد سردار، فهمیدی؟ ما سردار داریم، رفعت چکر. حالا همینطور. اگر همراهت باشد تلفن رو با او میدادی؟ حالا در خارج کشور است. بعد از 5 روز برمیگردد با او صحبت میکنی. تا آمدن او من تو رو پزمان میشوم. ممدو، من از کارهای در حق من کرده شما درک ندارم. پاسخ خیانتی در حق من کرده اتان را میدهید. در خارج بوده از هر رزیلی نوکار گمان کردن که مرا فریب میدهند. خواهم دید آقای فؤاد. تو زور است یا ما خواهیم دید. من پرنده توانستم. من به نشان رسانده توانستم. چند روز است که تلفنش خاموش است. هیچگاه این طرف نمیکرد. باوری داری که به خارج کشور رفته است؟ بله ممدوح گفت. یک بار دیگر پرس، شاید یگان خبر داشته باشند. زنگ زدم، لیکن متاسفانه تلفن ممدوح هم خاموش کرده شده است. شادی بک، شادی بک، از اکم خبر داری؟ نه. ها دارم. من با امک حکمت گفتم که به فابریکه شترمرغ رفته است. فهمایی، لیکن چند روز از تلفنش دست نورس است. سروغای فابریکه رو میدونی؟ نه نمیدونم. افسوس، اگر سروغه رو میدونیستی هر دویمون همراه میرفتیم. هر دویمون؟ خیلی نباشد رفتیم؟ آخر تو سروغای فابریکه رو نمیدونی کو؟ نمیدونم، لیکن نخود پرسیده یک فابریکه کلان رو نیابیم. در ترکیه چند تا فابریکه شترمرغ است میدونی؟ نمیدونم، اما
تو میوی با یک جویا میرویم. خیر مایلا شدی بک جون. اگر از اکام یکم خبر پیدا کردی با من زنگ زن. مایلاش زنگ میزنم. من با تو رقمم رو میدیم. ای زور میشوده؟ یا اینکه تو رقم تلفنت رو گوی من زنگ میزنم. نه مایلاش 918. زنگ زده ایستادم. مایلاش من بدتر ثبت میکنم. مایلاش ثبت نمو لیکن فراموش نکن. خیر کسی تر فراموش میکنه تنگین بزنش. بسیار خوب. با تو زیبیده است. این را در گردنت باند. گیر. این تلفن رفت است. از این پس نام تو رفت شکر است. بختیار گفتن شخص وجود ندارد. از اخلاق تازه کن. تازه میکنم. اگر کاری خطا کنی عاقبتت رو میدانی. میدونم اکای ممدو. از تو یک خواهش کنم همین پایانش رو بر کمی بیزی بنماید. بر آن را بر. گوش کن. وقت تنها باشه مایلش، لیکن اصلا در نزد دیگران از ما اجازت نپرس. امر کن. تو سرداری ما هستی. لازم شود داد زن. دمت رو گیر. بر گفتنی بودم شد. آفرین آفرین. این بگاه بار اول به دنیای نوت قدم میگذاری. بعد از آن با فؤاد روبرو میشوی. اگر یگان کاری خطا کنی حیاتمان میسوزد. جدی باش. تو سرداری ما هستی. این را هم همراهت گیر. شاید لازم شود. اکا مردن رفت با گوش فؤاد نمیرسد همینطوری؟ تا او خبردار می شود که کارش را تمام میکنم. خواطر نشو. نمیگذارم که صاحب وظیفه شود. تو چی کار میکنی؟ مرحمت سردار. خوش آمده سردار. ما فکر کردیم که شما در خارج کشور هستید. به نزدیکی برگشت. مرحمت کنید. دیشب مالها را آوردن سردار. آمدن شما هم خوب شد. برای سنجش آوردیم. شما یک سنجیده بینید. اگر پسند آید خرید و فروش را آغاز میکنیم. مال؟ بله سردارم. برای سنجش آوردیم. مولن همین است. نوعی سخت تاثیرش است. مدهوش کننده. این چه خیلمان است؟ فرقش چیه؟ کمی گرفته به دندانهایت بیشک پسند می آید. من نمیکنم. سردار به شما اعتماد دارد. حاجت به سنجیدن مال نیست. بینت دارم سردار. حسنی با این کارهای کرده جواب میگویی. تو دیوانه شده ای جمیل؟ در مکانی که رفت سردار اشتراک دارد مرا تهدید میکنی ها؟ رفت سردار گفتی؟ سلاحتان را فرارید. رفت سردار را نمیبینید بگر؟ توبه توبه. سردار مرا ببخشید. این حسنی یکی از زنهای مرا صاحبی کرده است. به یکی از مکانهای خودش برآوردن میخواهد.
جزایش رو خودتان دید. یعنی یکی از آنهای تو رو صاحبی کرده است؟ سردار با آوازتان چی شده است؟ گلویشان را جراحی نمودند. یعنی مسئله همین است؟ سردار جزایش را می‌دهد. درست است سردار. یعنی او یکی از آنهای تو رو صاحب شده؟ بله سردار. تو ننگ و ناموس نداری؟ چرا بزنی مردم چشم علا میکنی؟ نه سردار، به خدا قسم زن با خواهش خودش آمد. با خواهش خودش آمد؟ بله سردار. زنی تو هم آنقدر بیگناه نبوده است؟ دروغ میگوید سردار. آن زن تنها در مکان من کار کردن میخواهد، لیکن او برایش ماشین و دیگر چیزها رو خریده است. ایست تو خلاق تو او برا حاضر من با تو نشون میدیم. جزایش را دید سردار. بله، جزا و حکمتان رو برارید سردار. انتظارم. با خدا چی گویم؟ آدمی که بزنی بیگانه چشم علا میکند خودی حاضر پرانی هم حقش است. کجا شده باشد؟ بخشش این خون است؟ او از دیدن خون بهوش شده، از او مافیا نمی براید. با این ابله چیکار میکنیم ما؟ اکا بهتر شروع به کارهایمان همراه نکنیم. با او به نزد فؤاد رویم سر با مشکار میشود. مگر راه دیگری هست؟ اگر نقشه امون عملی نگردد دانسته باش که میمیریم. بیا او رو بیدار کنیم. کنی زوده بیدار شو بلا. برای آنکه کارهایمون عقب نزنند آقای ایتکین یوز کارها رو به من سپردند. رفیقان، رفعت شکر به کجا رفته است و کی باز میگردد نمیدونیم. آیا بر میگردد یا نه اینش رو هم نمیدونیم. چخیلی که به همتون معلوم است 5 روز است که تلفنش خاموش کرده شده است. حتی اهل اویلش هم با او در تماس شده نمیتوانند. من هم زنگ زدم لیکن دست نارس بود. امیدوارم که رفعت شکر به نزدم بازگردد. رفیقان، بیا رفته می ابله. کجا رو نگاه میکنی؟ من بعد در اینجا خلاصه آخرین را من ببرارم. هر چیزی که من خواهم همان می شود. این را از عقلتان نبرارید. رفعت شکر دیگر نیست. فؤاد ایلماس هست. من هستم. همش همین. ببخشید آقای فؤاد، در فروش اسلحه تا امروز تنها با آقای رفعت کار کردم. من بعد هم تنها با او کار میکنم. خیره، تو مرا نفهمیدی به فکرم.
رفعت شکر گفتن شخص من بعد وجود ندارد. اگر تو هم نیست شدن نخواهی هر چیزی که من گویم همون را میکنی. فهمو؟ چشم میشود او نمرده است مگر؟ آخر با چشمان خودم نمودنش رو دیدم. او چند جان داشته باشد. فؤاد یلماز که بود است؟ خودش را آشکار کند. روبرویت نشسته است. عکسش را نشان دادم کو. فؤاد یلماز کی بودنت آشکار گشت؟ تو میدونی کی هستی؟ همانه که از نبودن من استفاده بردی تو انسانی پستی هستی. با من خوب گوش کن رفعت. مرا با اینجا ایتکین یوز فرستاد. من تنها با فرمان او کار میکنم. از من نمیترسد نشسته هستی؟ یک کنی خیز از کرسی من. مرا از این کرسی بغیر از ایتکین یوز کسی دیگر خیزانده نمیتواند. ما این نمیخیزد؟ سلاحت را برار. چی؟ سلاحت را برار. کی با تو اجازه داد که آمده در کرسی من نشینی؟ تو را میکشم ابله، فهمیدی؟ همه‌شون سلاح داشتن. من تنها در وقت نبودن تو برای پیش بردن کارها اجازه گرفته نشستم. وگرنه اونقدر به عقل نیستم از پیش خود آمدم مکانی داماد آقای ایتکین رو صاحب شوم. کمی پیش دیگر چیز میگود، حالا باشه چیزی دیگر بگوید. ها البته خودت رو تنها که دیدی در حال بگناه میگیری. این طرف نمیشود. کنی زود کرسی مرا خالی کن. رو از اینجا چشمم دیگر تو رو نبیند. خیز گفتم بر پدرت لعنت. رابط میرویم. خوش آمدید. نور صفا آوردید. سردارم گلویش را جراحی نموده است. من خوبم، صحت شده ایستادم، خود را خوب حس میکنم. او چطور زنده مونده؟ گلویش را جراحی کرده بودند. این نابکاران آنه. رفیقان میدونم که همه اتون رفعت شکر را خیلی پزمان شده، لیکن تا حال به خانه‌اش نرفته است. تا حال ندیدم. از این رو به ما اجازه. بخیر. با همه تو شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. نامش جمیله است. کاتبه تو است. آقای رفعت خوش آمدید. جمیله بانو، روی خطی نفرونه که 5 روز آخر زنگ زدن به من دید. همراه سردار تفتیش میکنیم. البته. لیکن با آقای رفعت یک مکتوب اومده است. من باید اون رو شخصا به دستیشون رسونم. این طور باشد ما برایم؟ نه حاجت به برآمدن شما نیست. آقای رفعت اگر خواهید شما به اتاق کاریتون گذارید.
ана ин рӯйхати хостаатон. با ما چی میدید؟ جانکم جانی من جانکم رفعت جان تو رو خیلی پزمون شدم. تو در کجاها میگردی؟ نه خود یک بار با من زنگ نزنی؟ من چند وقت است که مژده دادن میخواهم لیکن تو نیستی. چه خیلی مژده؟ میگویم حالا نفسی چقدر کش، زیرا از شنیدنش هیجانی زیاد بیهوش میشوی. آماده ای؟ رفعت من حامله دارم. حامله داری؟ بله. مبارک شود. حالا یک ماه است. وای چشم نرسه. باوریت نمیاد همین طور فکر میکنی فرزنددار میشویم؟ فرزنددار میشویم؟ بله خیلی در هیجانی همین طور نه؟ رفعت 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 خیر مرا نمیبوسی؟ وای من باید از میم دو یک چیز پرسم. نمیشود بعداً میپرسی. حالا باشد مرا بوسه کن. نه باید خودی حاضر پرسم. اگر نپرسم خودم را اداره کرده نمیتوانم. رفعت اکا زنی در درون بوده میگوید که از من یک ماه حامله دار شده است. چی؟ تو چه ها میگویی؟ قسم میخورم. آخ خدایا توبه، بین رفعت و جمیله رابطه بوده است. انیل تو درک داری از این کار؟ نه اکا جان من هم حیران ماندم. اکا امان اکنون چیکار میکنم؟ آن زن مرا بوسه میکنم گفت بازور از چنگالش گریختم. بوسیدی؟ چرا نبوسیدی؟ سی را فاش نکردم میبوسیدی؟ نه اکا آخر با من گفتید که آیله دارم، همسرم را نمیفریبم. جورا جان نقشت را اینقدر خوب بازی نکن. حتی بار همسرت را ندیدی. حالا باشد به درون در آمده جمیله را بوسه کن. کودک را بعد اسقاط حمل میکنی. کودک؟ اسقاط حمل؟ نه من که کودک را نمیکشم. نه. چه خیل کودک؟ او حالا خونی بسته است. چه خیل خون؟ خونی بسته یعنی کودک حالا هم با آدم مانند نیست. اگه حالا کودک نشده باشد هم من آن کودک را نمیکشم. او جان دارد آخر. خونی بسته است گفتم. نمیفهمی چی خیل جان؟ نمیکشم. اکا ما را کشتن را آموزانده نمیتوانیم. آدم کشی را چطور میاموزانیم؟ آقای رفعت شما رو انتظارم. وای ما باید فوراً برایم. از خانه زنگ زدن، برای همین باید فوراً برایم. باید رویم. همینطور میبرایم. کنی براید آکا اینجا خانه است یا مهمان خانه است؟ این چی گفت پس در اینجا؟ چی مترسی؟ نترس. برسی که از آخر سگی خودت هست. اکا من از گزیدنی سگ خیلی میترسم. باز ما رو نگست؟ باید نترسی. مجبوری. رفعت سگش رو خیلی دوست میداشت. کاش در اینجا میبود و دوست داریش میکرد. بسیار گپ نزن. پیش درا. میجکت بیا رفتیم. زنجیرش بیا پیش درا. پیش درا میجکت و خلاص. بیا. من میترسم زنجیرش رو میکنم. مایلش وای آقای رفعت خوش آمدید. تیز آقای رفعت آمدن. درو پوش. پسرم کجا شدی پسرم؟ هیچگاه این طور نمیکردی. در کجاها میگشتی؟ با گلویت چی شد؟ گلویم را جراحی نمودن برای اینکه آوازم خوب شود. زیغ نشوید گفته شما را خبر ندادم. برای همین نبودم. حالم خوب است. طاهر کنی پدرت رو با او خوش گیر پسرم. خوش آمدید گوی با او. ای بشود آخر. طاهر تو چی کار کردی؟ این
назама гулдоне писандидаи падарат буд барқасд намудӣ ҳамин тавне набояд ин корро мекардӣ тоҳир набояд чунин мекардӣ ҳоло агар туро падарат занад ҳам ҳақ аст астағфирилла модар наход ман писарамро занам ин чӣ сухан аст ба нохост рафтондааст аз дасташ рафтид ҳамин тавр не писарам баъзан мешавад шиканад бигзор шиканад аз ҳама муҳимаш дилшиканӣ нашавад ҳамин тавр не дар вақташ косаву пиёла мешикаст модарам чашм расидаст мегуфт ман ҳамин тавр мегуфтам модар фаромӯш кардед о ҳамин тавр мегуфтед ку чашм нарасад гуфта туф туф мекардед о ҷони падар ҳеҷ гап не бошад бигзор шиканад ҳар чизеро ки мехоҳӣ шикан ҷони падар рафта ҷомро ҳам шикан шамдонро ҳам шикан вазро ҳам шикан ҳар чизе ки дилат мехоҳад шикастан кир фаҳмидӣ писарҷон ҳамсаратон омаданд